میگه وقتی این صحنه ها گذشت خیلی سرعت میدان جنگ تشدید شد. بعد از ظهر به سرعت اصحاب سید الشهدا یکی رفتن. امام حسین میامد بالین همشون مراقبه میکرد نکنه شیطان صبر اونا علم اونا رو تو این آخرین لحظات بگیره. یکی مراقب بود. وقتی میامدن رو زمین میافتادن میامد بالینشون بالا سرشون، یا خود حضرت یا به وسیله اصحاب این بدنها رو میآوردن توی خیمه دارالحرب. نقل شده تا امام حسین زنده بود نذاشت سر از بدن جدا بکنن، الا استثناء یک سر که 2 تا نقل کردن. میامد اینا رو میرسوند به خیمه ها، بدن ها رو نجات میداد از میدان جنگ. کم کم نوبت بنی هاشم رسید، یک به یک رفتن. اولین اونها وجود مقدس علی اکبر سلام الله علیه بود. اذن ابا فاستأذن حضرت دنبال سرش راه افتاد. نظر الیه نظر آیس من، محاسنش رو محاطب نوشتن دست گرفت. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول. بعد از علی اکبر یک به یک بنی هاشم رفتن. نوبت قمر بنی هاشم سلام الله علیه رسید. آمد خدمت حضرت عرض کرد سینم تنگ شده دیگه نمیتونم ببینم این صحنه ها رو، اجازه میدید برم؟ او هم رفت. حضرت آمد کنار علم بالینش، سرش رو به دامن گرفت. وقتی دیگه همه رفتن حتی 6 ماهش هم دستش هدف تیر قرار داد، دیگه هیچی برای امام حسین نمونده بود. طبیعی بود حضرت خودش مهیای جنگ شد، عازم میدان شد. اصل مصیبت عاشورا از اینجا. همه مصیبت ها یک طرف اصلا قابل مقایسه نیست. همه مصیبت خود سید الشهدا است. اساس عاشورا از اون لحظه ای شروع شد که امام حسین تنها بود. هر چه نگاه کرد به راست و چپ دیگه کسی برای امام حسین نمونده، نه از اصحابش کسی مونده، نه از اهل بیتش کسی مونده. مقاطع چند تا صحنه رو اینجا نقل کردن. یه صحنه این بود آمد تو میدان شروع کرد اصحابش رو صدا زدن. یا فرسان بریجه مسلم ابن عقیل، حبیب، زهیر، بری، سعید ابن عبدالله، مالی منافقون فلا تجیبون. شما دیگه چه جواب حسین؟ سعید ابن عبدالله که میگفتی حلقه مواصل تنگ شده، ابا عبدالله من نمیتونم ببینم دشمن به شما نزدیک شده، پاشو ببین. امام حسین دیگه تنها شد. یه طرف 30,000 دشمنه و یک طرف یه خیمه زن و بچه و امام حسین. بعد نقل شده به دشمن خطاب کرد، نمیدونم کیو صدا میزد، ما رو صدا میزد حضرت. با اون دشمن حرف میزد. هل من ناصر ینصرنی هل من داب یدب عن حرم رسول الله هل من موحد یخاف الله فینا. یه خدا ترس پیدا میشه برای خدا از ما دفاع کنه. اگه از من حمایت نمی کنید اینا زن و بچه رسول الله هم، حرم رسول الله هم. المن لا بن یدب عن حرم رسول الله. اگه منو مستحق قتل میدونید میخواید با من بجنگید از حرم رسول خدا حمایت کنید. یک نفر از حضرت دفاع نکرد، یه نفر جواب نداد. نه فقط جواب حضرت رو ندادن، نوشتن مقاتل شروع کردن حمله کردن صدای حضرت به لشکر نرسید. این بود که حضرت دیگه عازم میدان شد. برای آخرین بار آمد کنار خیمه ها. صبح تا حالا هی می آمد، ودا می کرد، خداحافظی می کرد، کم کم همه حرم رو آماده می کرد. برای آخرین بار آمد برای خداحافظی کنار خیمه هاش. وارد خیمه نشد. این غیرت الله از بیرون خیمه بلند نام عزیزانش رو برد. یک به یک صداشون زد. زینب، رباب، سکینه، ام کلثوم، سکینه، ام کلثوم، علیکن من السلام. عزیزانم خدا حافظ، منم عازم میدان هستم. همه اهل بیت نگران این لحظه بودند، از این لحظه می‌ترسیدند. همه مصیبت‌ها با وجود امام حسین قابل تحمل بود. خونده دیشب وقتی امام حسین اون اشعار رو خوندن، زینب کبرا دوید تو خیمه امام حسین.
عرض کرد برادرم از جدایی صحبت میکنی، حضرت فرمود خواهرم اهل آسمان ها میمیرن، اهل زمین میمیرن، جدم از من بهتر بود، پدرم، مادرم، برادرم از من بهتر بودن، همه رفتن، من هم باید برم. عرض کرد برادرم تو که بودی گویا همه بودن و تو که بروی گویا همه رفتن. مشکل زینب اینه، اگه همه برن و امام حسین باشه مشکل قابل حله، ولی مشکل از اینجا شروع شده که امام حسین هم میخواد بره. لذا از خیمه بیرون دویدن، دور امام حسین حلقه زدن، هر کدوم با زبانی با امام حسین حرف میزنه. نمیدونم واقعا این صحنه رو اگر انسان تصویر بکنه، این صحنه وداع امام حسین رو، نمیدونم دل امام حسین بیشتر سوخته یا دل اهل بیت. آتش گرفت دل امام حسین. یکی می آمدن، یکی می گفت بابا استسلمت للموت، واقعا میخوای بری و ما رو تنها بگذاری؟ یکی عرض میکرد بابا تو این بیابان در بین دشمن ما رو به که میسپاریم؟ یکی عرض کرد بابا ما رو به مدینه جدمون برگردان. همه رو آرام کرد، همه رو آرام کرد، آماده شون کرد. فرمود عزیزانم خدا حامی شماست، خدا ناصر شماست. دشمن نمیتونه شما رو ذلیل کنه، اسیر میشید ولی ذلیل نمیشید، ولی آماده باشید، اسیر باید باشید. سفر اسارت سخته دیگه، هم سفر شما محارمتون نیستن دیگه، با نامحرما باید هم سفر باشید. مواظب باشید تو این سفر سخنی نگید، حرفی نزنید، خدا از شما ناراضی بشه، اجرتون پیش خدا از بین بره. آماده شون میکرد. همین جوری که داشت آماده شون میکرد، مرحوم مقرم نوشته عمر سعد دستور داد خیمه هاشو تیرباران کنید، بهش مهلت ندید. تیر به خیمه ها رسید، امام حسین به سرعت از خیمه ها فاصله گرفت، به طرف میدان میرفت. نوشتن تو صحنه وداع دختر امام حسین، این دختر بزرگوار که از امام حسین علیه السلام نقل شدن استقرار و مع الله غالب علیها، جناب سکینه سلام الله علیها گوشه ایستاده بود، از دور تماشا میکرد صحنه وداع رو، منتظر یه فرصت بود. وقتی دیگه حضرت از خیمه ها جدا شد، دید ذوالجناح حرکت نمیکنه، نگاه کرد دخترش پای اسب است. دخترم مطلبی داری؟ عرض کرد بابا بعد از اسب پیاده بشی، من رو دامنت بنشان. امام حسین از اسب پیاده شد، دختر رو دامنش نشان. عرض کرد بابا میدونم بری دیگه بر نمیگردی، این آخرین دیدار منه، میشه اون دست محبتی که بر سر دختر مسلم کشیدی تو سر من بکشی بابا؟ امام حسین نوازشش کرد، آرامش کرد، فرمود دخترم اینقدر با عشق دل باباتو نسوزان، لا تحرقی بدم که حسرتن مادام من روحی جثمانی. خیلی گریه داری، بعد از این باید گریه کنی، تا من زندم دل باباتو دیگه بیشتر از این نسوزان. آرامش کرد، به طرف میدان حرکت کرد. ناگهان صدایی شنید از پشت سر، یکی میدوه با تمام وجود، با سوز صدا میزنه مهلا مهلا یا ابن الزهرا، آهسته رو، آهسته تر، کرده وصیت مادرت، در وقت میدان رفتنت، بوسم به جایش هنجرت، آهسته رو، آهسته تر، من سد راحت نیستم، لکن نگه کن کیستم، آرام از پیشم گذر، آهسته رو،
مصیبت زینب کبرا رو میرسانه. فرمود یه جوری از ما جدا شد گویا ما رو نمیشناسد. من نمیگم نرو میدان، ولی منم خواهرم آهسته آرام. حضرت توقف کرد، اون وداع آخر انجام شد، گلوی برادرشو بوسید. حضرت اشاره کرد به قلبش، آرامش کرد، رفت میدان. شاید اینجا بود آخرین موعظه رو به دشمن کرد. مردم آیا من حلال خدا رو حرام کردم؟ حرام خدا رو حلال کردم؟ گفتن نه. آیا من خونی به ناحقت شما ریختم؟ نه. آیا مالی بر ذمه من دارید؟ نه. پس چرا دور من رو گرفتید؟ پس چرا میخواید من رو بکشید؟ یه جواب به امام حسین دادن، دل امام حسین رو آتش زدن. گفتن بغضاً لابی، تو پسر امیرالمؤمنین هستی. اینجا بود امام حسین علیه السلام ذوالفقار رو کشید، جوری به لشکر دشمن حمله کرد که لشکر تو بیابان پراکنده شدن. انا ابن علی الطاهر من آل هاشمی، کفانی بهذا مفخرا حین افخرون. به من میگید جرمت اینه، پسر علی هستی، این افتخار برا من واسه که من پسر امیرالمؤمنین باشم. حمله کرد لشکر به طرف کوفه برگشتن. ناگهان یادش آمد ناگه از عهد علم. نگاه کردید خورشید داره غروب میکنه، موعدش با خدا فرا رسیده. در وسط میدان ایستاد، تکیه به نیزه زد. دشمن وقتی دیدن تو میدان توقف کرده، خودشون رو بازسازی کردن. عمر سعد دستور داد همه به او حمله کنید. اینجا بود سوار نظام، پیاده نظام، تیرانداز، نیزه دار، همه به طرف امام حسین حمله کردن. عده‌ای هم دامنشون رو پر سنگ کرده بودن، با سنگ حضرت رو هدف قرار داده بودن. ای وای اینجاست که بدن حضرت مباطل نوشتن مثل خار پشت در محاصره تیرها قرار گرفت. سنگ به پیشانیش زدن، این تیر سینه مطهرش رو هدف قرار داده، ولی هنوز حضرت مقاومت میکنه. بعض مباطل نوشتن یکی از لشکر دشمن چنان با نیزه هدف را حضرت را هدف قرار داد که از روی اسب به زمین افتاد. ثبت علی الارض علی خده الایمن. ای وای نمیدونم چی کرد امام حسین، نه توان نشستن داره، نمیتونه رو زمین بیارمه، چرا که بدنش در محاصره تیران. نه کسی از او رو کمک کنه، خاکهای گرم کربلا رو جمع کرد، صورت رو خاکهای گرم کربلا گذاشته بود، زبانش به ذکر خدا مشغول بود. تعبیر زیارت ناحیه اینه، اسقطوک عن جواده تتوک الخیول به حوافرها و تعلوک التقات به بواترها. نمیدونم این صحنه رو باز کنم یا نه، در محضر اساتید و استاد بزرگوار. ای وای هنوز زنده بود، اسب بر بدنش تاختن. ای وای دیگه نفس حضرت با آخر رسیده بود، در
قد سکنت هوا سکنت هوا سک. در همین حال بود تدور و طرفا خفیا الی خیام کبرک، با گوشه چشمش به طرف خیمه نگاه میکرد. خیمه‌اش زیر نظر داشت، دید بابیلا بابیلا ذوالجلال داره میاد. اهلا دنبالش میدوند، به سر و صورت میزنند. با محمدا با علیا با ابتا اومدن بالای بلندی، دیدن مشرق و جالسان علی صدرک قابض شیبتک بیده مولق سیفه علی نره. اجازه میدید روز عاشوراست یا بقیت الله این جمله مقاطع رو نقل کنم. نوشتن ابتدا شعر با چکمه لگد به سینه سید الشهدا میزنه. رو سینه حضرت نشست، با 12 ضربه خنجر سر از پیکر مطهر جدا کرد. امام حسین با گوشه چشم نگاه کرد، اشاره کرد به خواهرش. خواهرم برگردید، تماشا نکنن، نبینن عزیزانش این صحنه رو. امر امام برگشت، همه رو با خودش به خیمه برگردانید. ولی مقاتل نوشتن رو به قتلگاه عقب عقب میرفت، نگاهش از امام حسین بر نمیداد. همین که وارد خیمه شدن، پرده خیمه را انداختن، دیدن عجبا زمین میلرزه، آسمان تیره شده. خدایا چه اتفاق افتاده؟ آمد محضر امام سجاد، پسر برادرم چه شده؟ فرمودن دامن خیمه رو بالا بزن. وقتی پرده رو کنار زدن، دیدن ویلا سر مطهر امام حسین بالای نیزه. اینو بعضی نقل کردن ارباب مصیبت. وقتی این صحنه رو دیدن، دیگه طاقت عزیزانش تمام شد، دویدن تو میدان، دنبال نیزه دار میدون، ای صدا میزنن با محمدا با علیا با ابتا. تازیان ها ناله میکند از صبوری خواهر حسین. در کنار گودال قتلگاه سینه میزند مادر حسین. یه جمله عرض آخرم باشه. ام سلمه میگه خواب بودم، دیدم رسول خدا شفته، سر و پای برهنه غبار آلود. گفتم یا رسول الله چه شده؟ نبینم شما رو در این حالت. فرمود ام سلمه حسین رو کشتن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی زیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا بقیت الله آجرک الله فی مصیبت جدک. اسألک اللهم وندعوک باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمحمد وأهل بيته يا الله
یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. پروردگارا به محمد آل محمد در ظهور ولیت صاحب الزمان تعجیل بفرما. با تعجیل در ظهور حضرت قصه ها را از دل دوستان و شیعیانش مرتفع بدار. به محمد و آل محمد به ما توفیق عزاداری برای امام حسین عنایت بفرما. به محمد و آل محمد جلوه‌ای از مصیبت امام حسین رو به قلوب ما عطا بفرما. به محمد و آل محمد ما و نسلمون را از امام حسین جدا نکن. روز به روز بر علاقه ما به امام حسین بیفزا. ما رو حسینی زنده بدار، ما رو حسینی بمیران. به محمد و آل محمد اسلام و مسلمین در کنف حمایت امام زمان محفوظ بدار. دشمنان اسلام، دشمنان تشیع با قهر امام زمان خار و ذلیل بفرما. کیدشون رو به خودشون برگردان. خطرات را از دوستان حضرت دور بدار. به شیعیان و حضرت در اقصی نقاط عالم امنیت، عزت، پیروزی، استقامت و سربلندی کرامت بفرما. زعما و مراجع شیعه به ویژه من تشرفنا به محضر حضرت آیت الله العظمی تبریزی رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در کنف حمایت امام زمان مؤید و منصور بدار. ارواح طیبه شهدا، صلحا، علما، مراجع گذشته، امام راحل، عموم گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین بر سر سفره امام حسین میهمان بفرما. طبقهایی از این نور به ارواحشون عائد و واصل بدار. عرض تسلیت و سلام ناقابل ما به پیشگاه رفیع امام زمان ابلاغ بفرما. این عزاداری ها به امضای حضرت برسان. دست ما را از دامانش کوتاه نکن. به کف با کفایتش گره از کار دوستانش باز بفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست. هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. به برکت صلوات بر محمد